به یه مطلبی برخورد کردم که بیلوت نیست که براتون بخونم. البته ممکنه 2-3 دقیقه طول بکشه ولی خسته کننده نیست. من فکر کنم که همگی شاعر طنز پرداز، نویسنده توانا آقای هادی خرسندی رو میشناسید. اخیراً ایشون یه مطلبی عنوان کردن به نام تخم مرغ در اینترویو، یعنی مصاحبه. این رو من براتون میخونم. خیلی جالبه به نظر خودم. البته اگر حوصلتون سر رفت وسط کار 2-3 تا خمیازه منو میمون کنین، من میفهمم که حوصلتون سر رفته، قطعش. میگه تخم مرغی رفته بود اینترویو تا مگر کوکو شود یا نیمرو. تخم مرغی بود با شور و امید، خواست تا مرغانه‌ای باشد مفید. فرم استخدام را پر کرد، عکس هم همراه خود آورده بود. توی مطبخ از برای شرح حال پشت هم کردند هی از او سؤال. کیستی تو؟ از کدامین لانه‌ای؟ بوده ای قبلا در آشپزخانه ای؟ کیز پشت مرغ افتاده ای برون؟ توی ماهی تابه بودی تا کنون؟ تجربه داری و فرزی در عمل؟ جای دیگر کار کردی فی المثل؟ داغ گشتی توی روغن با کره؟ حل شدی در شنبلیله یا تره؟ با نمک فلفل به هم خوردی دقیق؟ خوب کبت کردی شدی کلن رقیق؟ پشت و رویت سرخ شد روی اجاق؟ باد کردی از فشار احتراق؟ تخم مرغ این حرفها را که شنید، روی وحشت زرده‌اش هم شد سفید. ژوری اینترویو هم بی مجال، لحظه‌ای غافل نمی‌شد از سوال. گر رزومه داری و CD بیار، ورنه بی خود آمدی دنبال کار. گر نداری توی کارت سابقه، ردی گرچه باشی نابغه. گفت لرزان تخم مرغ بینوا، نیست قانون شما بر من روا. خب من تازه ز مرغ افتادم، 0 کیلومترم و آمادم. هر کسی کرده ز یک جایی شروع، می کند خورشیدش از یک جا طلوع. گر نه در جایی خودم را جا کنم، تجربه پس از کجا پیدا کنم؟ گر که مرواری نباشد در صدف، پس چگونه تجربه آرد به کف؟ گر که در میدان نرفته کره است، تجربه را پس چجوری کرده کس؟ گفت شف ما اینجاست. شف ما امشب باید به خاطرش واقعا خیلی نمیخوام بگم دست بزنیم، چون مادرشون فوت کردن، ولی با وجودی که 3 روزه مادرشون بوده لطف کردن و آش امشب رو تهیه کردن. سرکار منیژه خانم، ما به ایشون میگیم شف. راجع دست که بزنیم، مسئله ما نداره. گفت شف با او که زرزر کافیه، بیش از این هم ماندنت علافیه. تخم مرغ هم اینقدر پرمدعا، دست به نطقش را ببین بهر خدا. تجربه اول برو پیدا بکن، بعد فکر پخت و پز با ما بکن. تخم مرغ بینوا با قلب خون، آمد از آن آشپزخانه برون. رفت غمگین صاف پیش مادرش، تا که گرما گیرد از بال و پرش. گفت مادر جان مرا هم جوجه کن، جز باند جوجه های کوچه کن. مرغ مادر گفت که دیر آمدی، پس چرا طفلم به تأخیر آمدی؟ من به تو گفتم بگیر اینجا قرار، تو خودت عازم شدی دنبال کار. مهلت جوجه شدن شد منقضی، پس چه شد کوکو پزی نیمرو پزی؟ تخم مرغ اشکش در آمد پیش ما، ماجرا را گفت از بحرش تمام. گفت در نیمروپزی گشتم کنف، چون که از من تجربه میخواست شف. سابقه یا تجربه با من نبود، آشپزخانه مرا ریجکت نمود. ریجکت یعنی برگرد. موعد جوجه شدن هم که گذشت، آه مادر بچه‌ت بیچاره گشت. من از آنجا مانده زینجا راندم، فاتحه بر هستی خود خواندم. رفت فرصتهای عالی از کفم، حال دیگر کاملا بی مصرفم. پس در این دنیا به چه چیزی خوشم، میروم الان خودم را میکشم. گفت مادر طفلکم قد قد قدا،
گفت مادر طفلکم قد خدا، چند مدت صبر کن بهر خدا. صبر کن طفلم بیاید نوبهار، باز پیدا می شود بهر تو کار. گرچه اکنون فرصتت سر آمده، تو نکو دنیا به آخر آمد، تو نگو دنیا به آخر آمده. تخم مرغ آنجا به حال انتظار، مان تا از ره بیاید نوبهار. عید نوروز عید پاک آمد ز راه، روی هر میزی بساطی دل بخواه. شربت و شیرینی و قند و نوار، تخم مرغ رنگ کرده در بساط. روی میز خانه‌ای بانو بهار، البته میشه بخونن بانو بهار ولی خیلی قافیه‌اش جور نیست. روی میز خانه‌ای بانو بهار، یک سبد مرغانه خوش نقش و نگار. تخم مرغ ما نشسته آن میان، میفروشد فخر بر اطرافیان. از همه خوش رنگ‌تر خندان شاد، حرفهای مادرش آمد بیاد. بهر هر کس در جهان قد خدا، هست یک جا و مکان قد خدا. نیست بی مصرف کسی قد خدا، هست امکانها بسی قد خدا. هر کسی باید بیاید جای خود، تا نهد جای مناسب پای خود. پس تو هم توی مدار خیش باش، فارغ از مایوسی و تشویش باش. چون شبیه تخم مرغ است این کره، روز و شب گردش کند بیدل هره. خود تو هم هستی عزیزم بیزوی، در مدار خیش گردش کن قوی. زندگی زیباست زیبایش ببین، هم ز پایین و هم ز بالایش ببین. تخم مرغ ما ز پند مادری، شادمان لم داد آنجا یک وری. گفت گر مطبخ به من میداد کار، در کجا بودم کنون ای روزگار. گشته بودم جوجه گر روی حساب، ای بسا که می شدم جوجه کباب. پس چه بهتر که بد آوردم زیاد، حال راضی هستم ممنون و شاد. این قسمت آخرش رو من عذرخواهی میکنم ولی اگه نخونم کل قضیه لنگ نمونه. من رو ببخشید به خاطر کلمه‌ای که آقای هادی خرسندی به کار برده. تخم مرغم بیضیم شکل زمین، پس غم دنیا به تخمم بعد از این. خیلی شرمندم، ببخشید.